اصلی وطن میں جنتیں پرچہ ہزار نعمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں. بونگیج گون الله مهربان و بخشو که نامه سلام و درود عزیزان گل چاروکان هر جا که هستید دعا و سلامت و سربرد و صوبن بید رازی که شما گندید مشما نادراجایی هستن و این نادراجا چکان سوری نادراجا هستن و ادوتی پانا دا یک زانتکار و یک دکتری دارن و این دکتر نادرایی بارا مشوار معلومات سرپدیدن و پیسر گشتیر مشوار به این نادراجایی بارا مشوار سرپدی و معلومات دادن. امید که تا دیوان ورسرا گون همام رابه توران گونی واجه درستیه بیا. سلام علیکم دکتر صاحب. و علیکم السلام. بیت تا پما و پا عزیز سلکون کن درستی کنید. من نصر الله نام دارین سالار تخلص کنین به صفت ناظر سی کلینیک در خدمت. باز استاد درستی کرده. بیت شما به خانسوره نادراجا برای معلومات داد که چین کس شی نادراجان اداره خانسور دیسته بیت. در مجموع کل چخانسور مشما یک کلینیک دارن که تقریبا 70% مشما نفوس شما کلینیک خدمات صحیح استفاده کنن و 30% مردم مشما اصلا دسترسی به کلینیک ندارن و دیگه 15 پوسته دارن پوسته صحیح که مربوط به کلینیکن که بود پوسته صحیح دو نفر رضاکار دارید رضاکارانه کار کن و خدمات صحیح و تعلیمات صحیح مردم بیت گشته سرپیده به پوسته صحیح یعنی که گجام جا هستن چین کس شی جا دور هستند پوسته صحیح تقریبا 5 کیلومتر گفته تا 25 کیلومتر کلینیکا دورند پوسته صحیح اما رضاکاری که است ایجنده شخصی انگسن و شطرف ریاست صحت اما الماری وسایل و سامانی که بوده بایی لازم این داتا بوده و موار را یک تقریبا 38 کلم دواند گردند که مردمی که مراجعه کنند تا مریض معاینه کنند و مطابق تشخیص داره دوا دن و بعضی مریضی که نیاز به تداوی گشتر داشته بیته در پما پر کلینیک ریفر بیت که مارا گوشت تو گشته سرپیده که روچا و روچنا کی کارا شما چین کسی در نادرا که تو گجام بخشا گجام باران تا مریض شو باز دارید ما در چندین بخش دارن یک بخش عمومی است که مریضان سرطان مراجعین که بود یک دکتر معالجی است و یک نرس دارن مریضان معاینه کند تشخیص کند و تداوی کند دیگه کاین بخش لابراتوار دارن تقریبا 8 9 مریضی نه تشخیص بید لابراتوار تا آزمایش گیر و تشخیص دن و گشتر لابراتوار پو کسی مریضان توبرکلوز سرن دیگه بخش سوی تغذی دارن اطفالی که زیر 2 سالن اطفال زیر 5 سال و جنین زایی که حامله و شیردهن اگر سوی تغذی به انتدا به آن مواد داتا بید سوی تغذی باز 2 رقم سوی تغذی شدید هم دارن متوسط هم دارن و جنین زایی که شیرده و حامله بید و سوی تغذی بید به آن مواد سوی تغذی داتا بید دیگه بخش صحت طفل و مادرند که یک قابله او دا کار کن جنین زایی که دیمشه ولادت زمان حاملگی حداقل 4 بار دا بیای مراجعه کن تمام علائم حیاتی ای چک بین فشار خون نبض تنفس و حالت ای زاگه چک بید که چه وضعیتی است تا زمان ولادت و ولادت هم دا اما قابله دن دیگه مراقبت بعد چه ولادت هن که همشه ماسا مراقبت بید و همشه زاگه دیگه بخش واکسنند 2 نفر واکسناتور دارن یک جنین زاگی که مرکزیت هن و دیگه یک مردین زاگی که ساهان و کریجات هن رود که هم زاو کن زیر 2 سالان واکسنه کن و هم جنین زاگه دیگه پدا مرض کشنده که است نمشما واکسن دارن پا جنین زاگه هم بخاطر دیپتری و تیتانوس واکسن است که واکسن شد زاک نوک به دنیا که تا اجدماغی تمام واکسن هاتی ان تکمیل کن و هر جنین زایی که سن 15 سال
رست اولین واکسن شروع تا 49 سالگی بعدی 5 دوره واکسن داری که ختمش کن. دیگه بخش واکسن که کووید 19 دو نفر واکسیناتور کووید 19 دارن یا کرونا، یک جنین زاگ و یک مردین زاگ است. تمام اشخاصی که سن 16 ساله به بالند ایشان واکسن کن. دیگه بخش نرسینگ تا که مریضان عاجل تو دا مثلا زخمی که یا مریض عاجلی که یک نرس دارن که موظفن ظرفیت پانسمان و زخمی ایشان رسیدگی کن. دکتر صاحب بعض وقت که بیمار ما سر پیدا کنند چون شما خبر انت در شام بود و پیدا بود که شما گوشتید اما هستی که کم واقع ضعیف بند پاوشان مواد دارید و پا مواد دارید ای گوجه مواد وش چی راه پیشان داده گمید. اذا گوشتم بخش سوی تغذی دارن، دو نفر نرس سوی تغذی جنین زاگن که ای پای وظیفه کنن و جنین زاگن دیگه میاری دارید، بیای میاره که برابر بود سوی تغذی شناخته بود، موادش ارد الواج رو بین میشن داتا بیت شد. بعضیش طرف مؤسسه دبلیفی ما کارمندم استخدام و موادم شما مؤسسه دبلیفی که. دکتر صاحب گشتر مارا سرپدی و معلومات دید بیباره که شما امکانات چونید دیدن شما سکیو سوری دارید دی بوتی دی پدی مگینا امکانات دیگه هم کلینیکی از بسات یک کریند ما زمان داود خان که سروی بوده ایمان دا زمان تانی مرکز صحی اساسی، مرکز صحی جامعه، مرکز صحی ولسوالی نه. دیگه امکانات مرا شرنون چون یک دو سالی بید که ارتکایی میشود که یک لابراتوار مرا داده و دیگه امبولانس. دیگه امکانات خاصی ندارن. مریضی که شدید مریض بیت دم تداوی کرده نکنه، حتی دم بستر ندارن مریض بستر کنن در شفاسات نی. مریض هم دیگه مجبورن انتقال کنن به مرکز ولایت زرنج. آن دو جای گواندین دارید دیگه بستر جا ندارن اصلا. به یک و دو ساعت تتوانن مریض ساتن ولی یک روز یک شب روز نتوانن. دیگه شرا باید ریفر کنن به مرکز ولایت. دیگه امکانات خاص ندارن. دیگه سیستم آب و برق خوبن جورن. وارتینی ناپه کی دارد. وارتینی ناپم سیستم خوبن. برقم 24 ساعت برق دارن، 24 ساعت آب دارن. دیگه امکاناتی که به مریضان بید، مریضان بستر ندارن و مریضش 2 ساعت تگشتر در منتوان ساعت. دیگه دستگاه و چیزی سیستمش می داخل شد. دیگه بسات یمی مرکز کامل امکانات هم پورند، چیز کم بود ندارن. ولی ایش نیاز دارید ولسوالی که مرکز باید ارتقا کنن. مرکز صحی جامعه یک دیگه میرزه مرکز صحی اساسی مثلا مثل دنو انتیا آوارن مردم در دسترسی ندارن. دیگه باید او دا جور بیت اگر حکومت ای کارا کنه. دکتر صاحب به واکسن برای گشتر معلومات دست پیدید که ای گونده زگان واکسن چونه کانت دینا پرسونلی دارید کاملا. بله دو دانه واکسیناتور دارن په گوندین زاگان په جنین زاگان. منم گوشتن در به خاطر دیفتیریا و تیتانوس واکسن است که تمام جنین زاگش سن 15 تا 45 سال 5 دوره واکسن تکمیل شد. ایشان واکسن ایوا تمدنا کاوت به کلینیکا اگینا ایشان واکسن واسطه کسرت ودنا بیال کانت. کسانی که دورند گسش حالکش دورند و دم یک نفر واکسیناتور دارن که طبق پلانی که دارید ماوار بیکاری جاتن رود و کسانی که می اطراف کلینیکند 5 کیلومتر ایشان در کلینیک وقت کاین دیگه ما کارت واکسن دارید مطابق ما کارت ایرا گوشید که مثلا یک ماه بعد یا 45 روز بعد تیزاگه واکسن وقت که بود پیدا کاری. گفتره بیت شما وقتی لوتاگو واقعا عزیزان گندو کو چارو که گیسه تنشتند بیان بارو پیش کنه که شما لوتاگ و درخواست شان چیتا. دیگه ماش مردمان لوتن که وقتی ابزار صحه شخصی محیطی نمرات کنن. تمام گشتر امراض که از ابزار صحه اند. ابزار صحه شخصی اگر مرات میبید، ابزار صحه محیطی مرات میبید. دیگه می انتان یا میکروب که از شمی ابزار صحه ناپاک پیدا بید.
همه خواهش مردمانیش اینه که اول وقتی جنده بزرگ سها و دیگه بزرگ سهای محیطی و تیه مراد کن. شما لوٹا گو واقشا مسئول زمواران په کلینیک واسطه چید؟ همه لوٹاکش مسئولین انیش اینه که اول همه کلینیک ارتکاده اند شمی مرکز صحی اساسی شده به مرکز صحی جامع ارتکاده اند و دیگه به ساحاتی که همه مردم دسترسی ندارند او در یک مرکز صحی ایجاد کنند. مثلا دنو ساختمان کلینیک است ولی فعال نین، یا مثلا آور وانگر علیلیوگی کن مردم که هستند تدایش دسترسی به ما ندارند، هیچ خدمات صحی دسترسی ندارند. سابقا مانگه تیم موبایل داشتن که او در مردمانیا شد. بعد من نترسن که مروچی وقتی وقت وعده مار داد تو پما و پا سلکنو کا معلومات و پټکولی بیچ خانسوره اما خوشحال بیتن چشمه اتنا تشکر چشمه منت ورش سلامت. عزیزان گل چاروکان هرزه که گنده تو تپانا دا یک مریض و نادرای دارن روانگونای درستی بین و شایی بیدن معلومات اگر که گون دکترانه که ایدنا کاوان دی پدیم بین دکتران برخورد گوناوان چونید و ایدنا بیاوار رسیدگی بیت مواد تداوی رسید یعنی سلام رس و علیکم سلام بیتو تپ ما و پا ایسال کن درستی کنید عبدالغیاس هستم یک ساکن ولسوالی چخانسور کریای پزلامد خواشی چی کس فاصله داشت میگشیدن تقریبا 4-5 کیلومتر دارید. بیت شما گوشید که شما مروچی مریضی چیه تکیات دکتره؟ مریضی امی تمام بدن درد کند عمومی انتگده. ایدنا چون تا دکتران برخورد گوشما دکتران کایت ایدنا وتی مریضی انا کار رسین دکتران گوشید ایشان دکتران برخورد کلی گوشما چونه کایت بیخی خوب انت وزی که چیزی که نه انت دیگه مارو چند نه انت رسیدگی بیت ایدنا بله آن امکانات چونه تا امکانات اد دیگه بیت چیه کند رسیدگی کن. شما لوٹگ شا مسئول زمواران چی پی کلینیک واسطه پی کلینیک واسطه که ای کلینیک سطح بالاتر که بروت گیتر انت که امکانات بالاتر بروت گیتر چونکه جمعیت باز انت ده که یک درجه دیگه بالاتر بکولو سوالی جمعیت با امکانات گشتر بیت چونکه دکتر یعنی تا ساعتیا که کار کند انو تعطیل کشد بعضم نسب مردم مانند بعدش وقت مست بله بعدش وقت آمد بعدش ساعت 2 پدا شروع کن بعد شرط گون هم برداد زندگی به کشم آتے تھے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بیتو تا پما واپا ایسال کن درستی کنید. محمد اسماعیل هستم، واکسیناتور کووید 19 ولسوالی چخانسور و اذا ام واکسیناتور هستم هم مدرک نرس دارین اذا ایفا وظیفه کن و بعد چه وقتا مثلا وقتی که دکتر هم کاری کنیم بعض وقتا در کل وظیفه که است واکسیناتور کووید 19 هستم ولی اذا کلینیک وقت مریض بعض من دکتر بعض بانوان همکار گوی همکاری کنیم مدد همکاری داره گو دکتر بیت مارا گوشید که ایدنا مریض گوجام بخشت گوجام مریض انگشته دیسته بیت گوجام نادرایی بی فصل بی دورت هستن دیگه مریض شهر بخش عمومی مریض که هستن گیشتر دیسته بین و گیشتر که مراجعین که اما هستن جنین زاگان گوانه زاگان وطیان کارن یعنی گوانه زاگان مریضی که هستن بعض بخصوصی فصل زمستان که هستن دیگه مسلم هستن که سرماخوردگی که هستن اسهالات که هستن بی فصل تبازن و اکثریت مراجعین که هستن به کلینیک کن یعنی جنین زاگان که گوانه زاگان گوته کارن و مردین زاگان بخش که هست یعنی مردین زاگان مراجعین مردین زاگان نسبت به جنین زاگان کمتر هستند. منتظر است که گون همه گپوتران کرده تو دیوان دیما برتن گوشما. من سلامت به نگبید براس. عزیزم گل چارو کان باز شما منتظر است که تیدا مکترا لیست تو وقتی بلوچی دیوان و پریامش افغانستان میلین گوش کنده دیست تو چاره دید. و بعد منتظر شاه دکتر صاحب که وقتی وقت و آدم مشمار داد و بیچ خانسور نادراجا و کلینیک بارو مشمار معلومات و سرپدی داد. امید که دیوان تیدا مکترا لیست تو چارت شما دوستو پسند بوده بی تو دیست تو چاره دید. وقت وادا به گرد سر رستگی و دیوان همه علیت والا سوی تا دیگه دیوان و تا دیگه پریامه که بشمه لوگو میتا کان از ملوٹین اما دورزاد شمه ساتو ماہ مہمان انت یہ رمضان ماہ سال اگست ہے یہ مبارک ماہ ماہ مہمان انت یہ رمضان ماہ
साल अगस्त का ये मुबारक माह। रोज गए पाए बंद हम तराबी खने, शागुनाहवती तौबा बार बार कने। रोज गए पाए बंद हम तराबी खने, शागुनाहवती तौबा बार बार कने। ये तलाही वक्त रमज़ान माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। माह मेहमानियत ये रमज़ान माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। पातलावत कुरान शपा रोज खने, जिक्र अल्लाह गो वतर दिल गोश कने। पातलावत कुरान शपा रोज खने, जिक्र अल्लाह गो वतर दिल गोश कने। लोट दुआ गो खुदा हस्त ये दुआ है माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। माह मेहमानियत ये रमज़ान माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। ला इलाहा यके गुशे ते बहपता सवाब, आज शंबी जहन नाम पता आराम। ला इलाहा यके गुशे ते बहपता सवाब, आज शंबी जहन नाम पता आराम। बेबहिश्ता बात मुझे उम्मत जा, साल अगस्त का ये मुबारक माह। माह मेहमानियत ये रमज़ान माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। राह अल्लाह दर बारवा चिल्लये, वो दंदारी ते पर देश देगा माज़े। राह अल्लाह दर बारवा चिल्लये, वो दंदारी ते पर देश देगा माज़े। यह तशौकात नसीम नपलो हाजात माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। माह मेहमानियत ये रमज़ान माह, साल अगस्त का ये मुबारक माह। साल अगस्त का ये मुबारक माह, ये मुबारक माह।